تاجیکستان، ازبکستان، کازاخستان، روسیه. زنای پیرانسال مسافردو این زنای خانران با این میخیزن اینا بینید خدا را تا حرم چند قره های و چند مینوت میریم رفت این رو باروی زمدان نگاه خلای با حشمات اینا برادران رقمای تلفنشون زنگ بزنید شرکت مدینه تور برادران تاجیکای خودمونای شما را خدمت میکنن موقعی سربلند و خانواد باشه. سلام علیکم برادرای عزیز، اینجا مهمانخانه یعنی هتل. بیاید صحبت میکنیم با همراهی رئیس همین هتل میگم اکای شهاب الدین. السلام علیکم و رحمت الله. بس اکای شهاب الدین خوبه. من برادرم اکای شهاب الدین. مقصد در این مهمانخانه شما با تاجیکی که حرف میزنید ای کجا میآیند توریستا و حج میکنند بیرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد شهاب الدين من فندق سجع جياد. إن شاء الله دائما ننزل حجاج معتمر تاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان، روسيا. إن شاء الله عندنا في فندق كل شيء نظيف مرتب 100 كل زبون مبسوط. إن شاء الله كله دائما انزل عندنا خدمات 100 كل شيء تمام مرتب حجاج معتمر كله مقصودين كله طيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. برادرای عزیز برادرای عزیز در این مهمانخانه میگه که ای قزاقستان هم، ای قرقیزستان هم، ای ازبکستان هم، ای روسیه هم، ای تمام دولت ها حاجی را قبول میکنن و در اینجا نگفتن مونن که برادرای تاجیک خما قطعی مقصد همکاری دارن. مقصد که این رقمشون ما میمونم رقمای تاجیک هم میمونم که کار شما رو آسان و قلای بکنن. زنگ بزنید در رقمش البته تاجیکای خما میبردارن اینا میمونن و یک گپ دیگه میگم که نزدیک که خونه خدای زور باشه پس از 600 متر بازی ما اهمیت نکشته تلفن ما میریم اول میبریم خونه ها رو خبر میگیریم کمونت ها رو یعنی بازی تلفن لگرد زد تلفنشون بود کنه میبریم کمونت ها رو میبینیم و راست خونه خدا میریم چند قره های شما بینیم. ما برای آسان شدن کاری شما نام این شرکت مدینه تور برادران مدینه تور یک جای میریم دیدن رفت. من با همراه شهاب الدین اومدم مثلا این مهمانخانه رو نگاه کردم من اینجا جایی اومدم مرده رفتگی اینجا جای خروکوریش اینجا قریب که هست صاحبه چه بگهش نیسته همه خروکوشون خورده رفتگی عینی توزه کردن شد. حالا برادرها اینجا لیفت‌های زمانوی خیلی در این لیفتش اینا با همراهی شهاب الدین برادر رو رفته استیم یک کامنتاش هم به نظر بگذارون های نظر بگذارون. این که دوستان عزیز اومدم میگه من یک تحت حجره رو شما رو نشون میدم یعنی کامنت بسم الله الرحمن الرحیم. آن اینجا در جای 4 آدم خواب بوده انا با کتاب قرآن جای نماز بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا برای آدمایی که معیوبن زنای پیرانسال مسافردو این زنای خانران با این میخیزن اینا بینید. مقصد لوکس کردگی اینجا در باید اپارتمنت میگیم خون اینجا در جای میشینی یک چوی کواتک میکنی اینا مقصد لباسکات میمونی اینجا در 3-4 نفر خواه میرون با میریم برادرم ما شما در یک تکتا نشان دادن بگیرم این تلویزیون هم موندگی اینا خدرنی مقصد دو شوای بگیم اینا هم حاجتخانه هم دستشویی هم جای آبوزی مقصد این طبقی محکم بود مقصد لوکس کردگی زمانهایی کردگی بیا شهاب الدین اکای شهاب الدین با اینجا میتونه کوی جشن شد جشن خیلی جای خوب باشه خیلی اینو در سوال اینجا جای دوشنبه‌ای با اینجا میاییم اینا بسم الله الرحمن اینجاش هم خیلی رنگ آپارتمان اینجا در جای استولاکش اینجا جای 4 آدم خواب میرن مثلا 4 نفر با هزار خواب میری که با میریم اینجا ما یک چیز ای فهمیدیم که زن و شوهر بیان چه خیلی خوب میرفته باشن عدل نخواب میرن که جای خواب میرن همین چیزا که ما خودم دایی چیزی که این ماده عجایبه همون میخوام که اینجا جای 2 آدم اینجا جای 2 آدم اینا حاجت خونه‌اش اینا کامنت‌هاش خیلی زور اینا خب انا برادر عزیز میریم جای حاجت خونه خیلی دوستان عزیز دیدن کردیم مقصد همه خونه‌اش با که خیلی هست 2 جای خواب 3 جای خواب 4 جای خواب 5 جای خواب هم هست اینا برادرها این چند احتجاج من نمیدونم مقصد که این شرکت مدینه تور
با همراهی ها مصلحت کرده یک جویا مثلا یا آدم را میارن یا مثلا یک شرنامه دارن ایش بهش همون باقی سربلند خانم باشد فقط یک وعده کردگی من همین برو ایدی سودن 1 minute 1 minute هتل اسم هتل سجا اجیا با همراه مدینه تور شرنامه هم خیلی بسیارش فارسی را بلدن و خیلی ایش بلد نمیدن راستی را سلام علیکم مرحبا انا اینجا میبرویم همین هتل چند تا خونه خدا های مکه 700 متر من حرم الى فندق 700 متر 500 700 متر 750 متر 750 متر چند 750 متر تا مکه minute 6 minute 5 minute 6 minute خب مقصد که 5 minute 10 minute میریم گفتید یک جای میریم تا خونه خدا را رفت با ما باشه خب شکرا خب اوکی جزاک انا دوستو عزیز میریم تا خونه خدا را تا حرم چند قرار های و چند minute میریم رفت من اگر دیگه را بگم تو نه وقتی که از آن میتن خیال میکنی که هم در دری خونه از آن رو بسیار بگم کم خب بلند هست که چکره هست که این هم جای خوی بود به حد بلند هست دعا میکنم که خداوند بزرگ همه تبرنمی مکانهای مقدس برسونم نزدی توراتخانه سه میگن من برادرای عزیز نزدی توراتخانه سه برگشتن ما 4.5 مینوت خیلی اگه مسافر باشه اگه کمپیر باشه این 6 مینوت بگیم 6 مینوت رفت اینو معلومات کنین بتونه دست یک دیگری تونو بگه نه دستی کن چیزی میویا هر کاره میکنیم و برای شما میکنیم که کم باشه شما در کمک کنه بتونید اینا برادران رقمای تلفنشون زنگ بزنید شرکت مدینه تور برادران تاجیکای خودمونای شما را خدمت میکنن باقی سربلند خانواد باشین این اینترنت نمازات میخونین اینا با برای شما ما یک بار دیگه نگار یک چرخ میزنیم نشون میکنم بریم بیایید بسم الله الرحمن الرحیم اینا
کسانی که اومدگن در حال میفهمن که ما کجا اومدیم. جای آوی زمزم اومدیم. من دوستای عزیز اینجا جای آوی زمزم هست. این رو بروی زمزم نگاه. خلای با حشمات.